چشم سوم مفهومی چند هزار ساله که چند وقتیه با ترند شدن تبدیل به منبعی برای بازدید و کسب درآمد شده. اگه این کلمه رو در یوتیوب جستجو کنید یا با استیگماهای مختلف روبرو خواهید شد که با عامل ترس شما رو از تلاش برای کشف حقیقت باز خواهند داشت و یا انبوهی از متدها و روش‌های عجیب و غریبی رو خواهید دید که نه تنها پس از نتیجه نگرفتن باعث دلسردی شما خواهد شد، بلکه نگاه شما رو به بیداری معنوی به کل عوض خواهد کرد. اکنون پس از تماشای این ویدئوها هر بار که این دو کلمه یعنی چشم سوم به گوش شما بخوره نیشخندی زده و از اون عبور خواهید کرد. اما آیا واقعاً باز کردن چشم سوم خطرناکه؟ آیا با این کار شما جن‌زده خواهید شد؟ یا به افسردگی شدید دچار شده و زندگیتون مختل میشه؟ چرا این موضوع رو اینقدر بدنام کردند؟ شاید از اینکه شما به حقیقت آگاه بشید میترسند. جالب اینجاست که ویدئوهای مربوط به چشم سوم این کانال هرگز در نتایج جستجو در یوتیوب دیده نمیشه. باز کردن چشم سوم یعنی زنده شدن، یعنی به خودآگاهی رسیدن، یعنی تشخیص حقیقت از دروغ. چشم سوم هیچ ارتباطی به اجنه و جن‌زدگی نداره. باز کردن چشم سوم یعنی از یک NPC به یک ترومن تبدیل شدن، یعنی از یک مرده متحرک به خودآگاهی رسیدن. این موضوع حتی در فیلم ها و سریال ها نیز به شما نشون داده شده. کارتون پینوکیو داستان عروسکی که سعی می‌کرد زنده شده و به آگاهی برسه تماماً در مورد چشم سوم و بیداری بود. دو کلمه پینو و کیو در لغت به معنای پینه‌آل و چشم هستند. پینوکیو استعاره‌ای کوچک از عموم مردم بود. مردمی که مثل پینوکیو یک عروسک خیمه شب بازی در سیرکی به بزرگی زمین دائما در حال بازی خوردن هستند. مردمی ناآگاه که با رسانه سرگرم شده، با اخبار دل سرد شده و توسط دولت‌ها کنترل میشن. این جهان یک سیرک بزرگ و انسان عروسک‌های خیمه شب بازی هستند. برای بیدار شدن و از جمعیت جدا شدن، برای واقعی شدن باید مثل پینوکیو زنده شد. باید پینوکیوی شما یا همون پینه‌آل شما فعال بشه. باید از شرکت در این سیرک مضحک خودداری کنید. از دروغ، ریا، طمع و حسادت پرهیز کنید. شما با فعال کردن چشم سوم قدرت تشخیص حقیقت از دروغ رو به دست خواهید آورد. مثل نیو در فیلم ماتریکس متوجه خواهید شد که یک جای کار این جهان میلنگه. سپس شروع به پرسیدن سوالات اساسی خواهید کرد. سوالاتی نظیر من کیستم؟ اینجا کجاست؟ و پس از مرگ به کجا میرم؟ با باز شدن چشم سوم شما از عوام جدا شده و به مسیری خواهید پیوست که در اون هیچ راه برگشتی وجود نداره. مسیری که سرشار از آگاهی، خرد، روشنبینی و حقیقته. مسیری بدون همراه که سراسر تلخ و دشواره. چرا که پس از کشف حقیقت وقتی متوجه شدید زمین یک زندانه، تمام توجهتون از مادیات و لذت‌های اندک این دنیا به کشف راه خروج از زندان منعطف خواهد شد. شخصی که چشم سومش بسته باشه شرایط لازم برای شستشوی ذهنی و دستکاری ادراکیش مهیا میشه، چون که قابلیت و قدرت تشخیص فریب از حقیقت رو از دست خواهد داد. قده پینه‌آل یا صنوبری قده کوچکی به شکل کاجه که در بین دو نیمکره قرار داره. از اونجایی که قده صنوبری به نور حساسه و دارای ویژگی‌های سلولیه که شبیه شبکیه چشم انسانه، چشم سوم نامیده میشه.
اعتقاد بر اینه که این غده درگاه مستقیم انسان به دنیای معنویه و توسط بسیاری از فرهنگ‌های باستانی در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده. این بخش از مغز که در مصر باستان به اون چشم هوروس و در فرقه‌ها و سازمان‌های مخفی امروزی به چشم جهانبین معروف اسکان روح نیز نامیده میشه. نقش فیزیکی این غده هماهنگسازی بدن با ریتم نور محیطه. از اونجایی که غده صنوبری به نور خورشید حساس، هورمون ملاتونین تولید کرده و در الگوهای خواب نقش اساسی رو بازی میکنه. در سال 1990 دانشمند بریتانیایی به نام جنیفر لوک کشف کرد که فلوراید به میزان قابل توجهی در غده صنوبری انباشته میشه. تجمع فلوراید بلورهای فسفات رو تشکیل میده و پوسته ضخیمی رو در اطراف غده صنوبری ایجاد میکنه که به کلسیفیکیشن یا آهکی شدن معروفه. هنگامی که غده صنوبری کلسیفای بشه، کم کارکرد شده و تولید ملاتونین در بدن کاهش پیدا میکنه. در مورد خطرات فلوراید بر بدن مقالات و تحقیقات فراوانی انجام شده. تحقیقات علمی بسیاری که شروع اون از جنگ جهانی دوم بود همگی تأکید بر تأثیرات مخرب فلوراید بر مغز دارند. از کاهش هوش گرفته تا پیری زودرس همگی در مجامع علمی مطرح شدند، اما جالب اینجاست که هیچ وقت این تحقیقات مانع استفاده از فلوراید توسط دولت‌ها نشد. در بسیاری از مواد مصرفی از آب آشامیدنی گرفته تا خمیردندان، ماهیتابه‌ها و بسیاری از داروها مقادیر بسیار زیادی فلوراید وجود داره و بسیاری از ما به دلیل مصرف ناآگاهانه فلوراید و جذب فلزات سنگین غده پینئال رو که مسئول مستقیم بصیرت و شهود غیر فعال کردیم. روش‌های متعددی برای آهک‌زدایی غده پینئال وجود داره، اما قبل از اینکه شروع به آهک‌زدایی کنید ابتدا باید از ورود فلوراید که باعث کلسیفای شدن غده پینئال میشه جلوگیری کنید. مهمترین و اولین قدمی که باید بردارید عدم نوشیدن آب حاوی فلورایده. در تهران هر لیوان آب شهری حاوی 1.7 میلی گرم فلورایده. تنها دستگاه‌هایی که میتونن به طور کامل فلوراید رو از آب حذف کنن دستگاه‌های اسموز معکوس و مقطرگیری هستند که با کمی جستجو در اینترنت میتونید برندهای مختلفی رو برای خرید پیدا کنید. دومین عامل جذب فلوراید به طور روزانه به جز آب مصرفی استفاده از خمیردندانه. خمیردندان‌ها همگی حاوی 1000 تا 1500 ppm فلوراید هستند. بنابراین شما باید از خمیردندان‌های بدون فلوراید استفاده کنید. همچنین میتونید خودتون در منزل خمیردندان طبیعی با مواد مصرفی طبیعی تولید کنید. در پلیلیست مربوط به چشم سوم چند ویدئو از تکنیک‌ها و روش‌های آهک‌زدایی غده پینئال در کانال منتشر شده که پیشنهاد میکنم حتما تماشا کنید.